It's complicated. چه خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود. اگه پیدا بود شاید اونی که جلوی دوربین افتاد یا هزاران نفری که توی خونه، تو خیابون یا سر کارشون سکته میکنن، لخته خون یا خونریزی در سر و گردنشون زود دیده میشد و میرسوندنشون بیمارستان. آخه زمان در درمان سکته مغزی نقش اول رو بازی میکنه. من الان باید سریع به خودم برسم که این توم نمونه، یعنی خدا نکنه ممکنه صدام برای همیشه مشکل پیدا کنی یا دستم. مغز شاید پیچیده ترین عضو بدن انسانه و سلول های بسیار حساسی داره. وقتی در مدت کوتاهی خون به قسمتی از مغز نرسه، سلول های اون قسمت میمیرن و وقتی مردن متاسفانه دیگه قابل جایگزین شدن نیستن. گاهی لخته‌ای در رگ باریکی در مغز تشکیل میشه، گاهی لخته خونی از قلب میاد و در رگی در مغز گیر میکنه و گاهی رگی در خود مغز پاره میشه. اینجوریه که در ادامه اون رگ خون به سلول ها نمیرسه و حمله مغزی یا همون سکته مغزی اتفاق میفته. زمان اینجا خیلی مهمه. درمان سکته مغزی بعد از 4 ساعت امکان پذیر نیست. یعنی اینکه اگر کسی بعد از 4 ساعت مراجعه کرد دیگه اون سکته مغزی رو نمیشه کارش کرد که جلوگیری بشه یا عواقب کمتری داشته باشه. یعنی اگر ما تو این زمان مریض رو برسونی و کاری درمانیش انجام بشه، میشه همون آدم سابق و هیچ آرزویی براش پیش نمیاد؟ بله، در درصد قابل توجهی از موارد کسی که درمان سکته مغزی حاد براش اتفاق افتاده ممکنه که کاملا نرمال بشه. به همین دلیل هستش که تاکید میکنیم از طریق هر چه سریعتر با 115 تماس گرفته بشه. من خواهشی از رؤسای مرکز دارم. اینجا جلسه مدیران اورژانس کشوره و دارن با هم هماهنگ میکنن با نظر مسئولان انجمن سکته مغزی تا انتقال سریع افرادی که با 115 تماس میگیرن و احتمال سکته مغزی دارن جدی‌تر بشه. حالا 50 بیمارستان دولتی و دانشگاهی در کشور ما برای بستری کردن و تزریق داروی مخصوصی که در ساعت‌های اول میتونه لخته رو در مغز حل کنه و از بین ببره آماده شدن. بیمارستان‌های خصوصی در این طرح نیستن. این برنامه‌ای از وزارت بهداشت و داروی ویژه اون در اختیار این بیمارستان‌های دانشگاهی قرار گرفته. ضمن اینکه در این بیمارستان‌ها امکان آنژیوگرافی و بالون‌گذاری یا جراحی لخته خون در مغز هم فراهم شده. سکته حاد قلبی رو خوشبختانه جامعه تا حد زیادی میدونه، برای اینکه سکته قلبی خب درد دارن و بنابراین آشنایی بیشتری دارن و بلافاصله تا درد سینه یا حتی درد دست چپ پیدا میکنن خودشون رو میرسونن به این مرکز و به اورژانس صحبت میکنن. ما میخوایم که جامعه در طول و علائم سکته مغزی هم آشنا بشه، چون زمان خیلی کوتاهه. حالا همه باید بدونیم که خیلی سریع با اورژانس 115 تماس بگیریم اگه یک شخص مورد نظر نمیتونه دندونهاش رو به ما نشون بده. خب برای این کار ازش بخواید لبخند بزنه. کسی که سکته مغزی کرده باشه نمیتونه، صورتش کج میشه، نمیتونه لبخند بزنه یا دندوناشو نشون بده. اینطوری میشه. 2 ازش بخواید دستهاش رو بالا ببره. نمیتونه، یه دستش میره بالا یه دستش میاد پایین. کسی که سکته مغزی کرده باشه دو دستش رو نمیتونه بالا بیاره. یکی از نشونه هاست. 3 ازش بخواید یه جمله کوتاه بگه، مثلا بگه حالم خوبه. بازم نمیتونه. کسی که سکته مغزی کرده باشه حتی نمیتونه بگه حالم خوبه. یه عبارت کوچیک رو هم نمیتونه بگه، تته پته میکنه، نمیتونه حرف بزنه. اورژانس ما هم خوشبختانه توی این زمینه آماده شده تا میزان زیادی حرف اصلی رو زمان میزنه. حالا هم برای کسانی که سابقه سکته مغزی دارن و هم برای اونهایی که سابقه ای ندارن امکان پیشگیری از سکته مغزی وجود داره. با پایین آوردن فشار خون و کم خوردن نمک، با تنظیم قند خون، با تنظیم چربی خون و با زندگی بدون دود. به نظر میرسه که دومین علت مرگ در کشور ما سکته مغزی باشه. این در حالیه که در بخش‌های پیشرفته دنیا سکته مغزی به رتبه 5 نزول پیدا کرده. پر اونا اون سری رسوندن رو دارن. با سری رسوندن و با درمان سکته مغزی کاری کردن که دیگه سکته مغزی علت دوم مرگ نیست. حالا من پیشنهاد میکنم اگه امکانش رو دارید این گزارش رو برای خودتون نگه دارید و اون رو نشر بدید. زمان واقعاً گاهی طلاست.